دیدین یه سری وقتا میرید سینما ولی اصلا از فیلمش خوشتون نمیاد، اما بازم میشینید و تا انتها میبینید و تو ذهنتون این نقش بسته میشه که خب بابکش هزینه کردم پس باید بشینم و تا انتها ببینم. به این حالت میگن اثر کنکورد که به نام خطای هزینه رفته معروف است و اینطوریه که افراد به چیزی که برای اون پول، احساس، انرژی هزینه کرده باشن میچسبن و این رو حتی میتونیم تو رابطه های اشتباه یک طرفه هم زیاد ببینیم که فرد میگه چون زمان زیادی رو صرف این رابطه کردن و احساس زیادی رو باش ریختن پس حتما باید به نتیجه برسه و رهاش نمیکنن، در صورتی که تنها چیزی که نتیجه‌ای که برای اون داره فقط هدر رفتن عمر و احساسشه. اینو گفتم تا بدونید که اگر جای اشتباه کردید اونو بپذیرید و سعی کنید که عمرتون رو هدر ندید. اینا براتون بگم که اسم این اثر رو از روی یک هواپیمای مسافربری به نام کنکورد برداشتن. ماجرای جالبش رو براتون تو کپشن نوشتم.